حاضر بیای؟ نه خیلی من حاضر نیستم. تو یه دلیل بیار چرا باید بمونی. من 1000 تا دلیل برات میارم. یکیشو بگو. یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟ ولی زن تو میتونه. میکنم نگفت نرو نکن. من طلاقت نمیدم. انگار نه انگار 14 سال من با تو زندگی کردم. کجا میری؟ چیکارش کردی؟ من قبول دارم یکم تند شدم باشون. آخه بی انصافا یه زن حامله اینطوری از خونش میندازه. من نمیدونستم حامله. چرا دروغ میگی؟ من تو بیمارستان فهمیدم. از زندگیمو باختم آقا. من از حبس میترسونی؟ اون از خدا بترس. خود گفتی هر ما خواستی برو. آره الانم میگم. برای چی برگشتی؟ من غلط کردم. مگه تو نگفتی جدی نیست؟ جدی شد.